قبل از اینکه اون اتفاقی که نباید بیفته جلو این کارو بگیر. توی جانمایی رایزر ساختمون وقتی که علامت گذاری رو دارن صورت میگیرن، میگن برق اصلی اینجا میخواد رد بشه، همونطور که ملاحظه میکنید بالای این محلی که جانمایی شده پوتر ساختمونیه. شما اگه این رایزر رو اینجا ببری باید پوتر ساختمونی آسیب ببینه که مشکلات حقوقی به وجود میاره، ناظر سازه شاکی میشه، هزار تا مشکل دیگه. بنابراین و تا چنین اتفاقی رو میبینید مکاتبه کنید با طراح که نقشش رو اصلاح کنه که در واقع چنین مشکلاتی مواجه نشید. ما یک کتابی رو داریم دنبال میکنیم که در واقع بند به بند مقررات ملی ساختمون رو بهش اشاره کرده که تو چه هر مرحله از ساختمون نیاز به چه موضوعی رو دارید و این موضوع کدوم بند و مقررات ملی ساختمون بهش اشاره کرده. اگه علاقه‌مند به داشتن چنین کتابی هستی کلمه کتاب رو برایم کامنت